به ندانستنی یعنی حالتی آن وقتی این بزرگان ملت ملتی ازبک و تاجیک ساختن مجسمه خیلی مشکل است و نادرست هم هست. در آدابنامه آن دوره نوشته شده است که تا حتی شاگرد یعنی دست خودش را از آستین برآوردنش ممکنه بود پیش استاد، نه آنکه پیش وی چشم وی نگاه کند یا همراه وی بحث‌های یعنی جدی کند. در اهل تصوف 7 زینه دانش هست که آخرش به شخصی به کمالات رسیده یعنی به حق میرسیده که استاد مولانا عبدالرحمن جامی الکی شخصی به حق رسیده بودند. اگر در مجسمه اهمیت دیگر در اینجا 7 زینه دانش 7 زینه معرفت که در 7م زینه استاد مولانا عبدالرحمن جامی نشستند و در زینه 6م همچون شاگرد وقتی که کتابشان را پیشکشی استاد میکنند در پیش استادشان ایستادند.